آقا من طبق معمول میخواستم یک بازی دانلود کنم ولی توی مارکت نه، این دفعه توی بازار که این بازی هم من حدس میزنم شما بازم با این بازی خاطره دارید. خب و توی دوره خودش خیلی بازی خفنی و فشاری بود. خب که این بازی نیست جز این بازی. حالا اسمش یادم نیست. خب که کلا این بازی رو 4 میلیون نفر نصب کردن و 85 مگابایته و توی دوره خودش واقعا بازی خفنی بود و خیلی فشاری بود. و حالا به این بازی رو نصب کنیم و ببینیم دیگه چه تغییراتی داشته، اصلا تغییر داشته یا نه. خب آقا حالا بازی رو ریختیم که یکی از منوی بازیه و بذاریم روی گزینه استارت که همین اول داره ما یک انیمیشن نشون میده که داره به ما نشون میده که چه اتفاقایی افتاده که اینجوری شده دنیاش. خب و من قشنگ یادمه که این انیمیشن چیا بوده، الان چی نشون میده. تاش میگه داره آدم فضایی میان و اینا دارن اون شهر اینا رو تسخیر میکنن. خب ما باید با این مرد ریشوه با ماشینش بریم این دشمنا رو نابود کنیم. خب و نذاریم که این دنیا رو بر سلطه بگیرن. خب حالا یه چیزی از خودم در آوردم ولی تقریبا همین بود دیگه. خب و حاجی واقعا کیفیت خیلی خوبی داره و یک بازی دو بعدیه. خب و ما باید این آدم فضایی رو نابود کنیم و اون بالا اون قلبی که میدید جونمونه و بعدش حالا با ارتقاهایی که میدادیم به قلبو بکنیم 2 تا 3 تا 4 تا و شما بنویسید که با این بازی خاطره دارید یا نه. پس ساب کن.